به نام خدا. با سلام خدمت دوستان و سروران گرامی. ویدیو امشب راجع به جنگ آخر زمانی ایران می باشد که آیا بین ایران و اسرائیل جنگی در خواهد گرفت یا خیر. طبق روایات در گذشته که مانند پیشگویایی مانند نوستراداموس و شاه نعمت الله وکیل و پیشگوهای دیگه‌ای که گفته‌اند راجع به ایران، جنگی بین ایران و اسرائیل در خواهد گرفت. طبق پیشگوها که در گذشته بیان شده است، کشورهای غربی بر اثر اتفاقی که در کشورهای بلوک غرب خواهد افتاد درگیر مسائل خودشون میشن. حالا این مسائل چه چیزی میتونه باشه که از حمایت از اسرائیل دست برمیدارن؟ میتونه این مورد باشه که مانند جنگ احتمالی بین روسیه و اوکراین. کشور روسیه 100,000 تا نیرو در مرزهای اوکراین مستقر کرده است و کشور اوکراین هم نیروهایی از کشورهای عضو ناتو در مرزهای خود با روسیه مستقر کرده است و این درگیری احتمالی میتونه منجر به این بشه که کشورهای غربی از حمایت از اسرائیل دست بردارند و درگیر جنگ احتمالی بین روسیه و اوکراین باشند. در گذشته‌های دور عنوان شده است که کشور ایران قیامی در ایران صورت خواهد گرفت که مردی از قوم رهبری قیام به عهده داره. این رهبر کسی نمیتونه باشه جز آیت الله خمینی است که این رهبری باعث میشه که بین ایرانیان اتحاد و همبستگی صورت بگیره و خواستار آزادی کشور فلسطین از چنگ صهیونیست غاصب بشود و کشور ایران نیروهای متحدی در منطقه برای خودش ایجاد میکنه، مانند کشور لبنان، حزب الله و حماس که فلسطینیای جنوب فلسطین هستند و کشور سوریه و کشور یمن و حتی کشور عراق میتونه نام برد. و این کشور متحد ایران که به اصطلاحاً بهش میگن ناتو شیعی که در منطقه میتونه به علیه اسرائیل هماهنگ با هم کار بکنن که طبق مقاله که روزنامه هارس چاپ اسرائیل هفته گذشته چاپ گردید عنوان کرد که در صورت جنگ بین ایران و اسرائیل هزاران موشک از سمت کشور حزب الله لبنان و کشور سوریه و کشور یمن و کشور ایران به سمت اسرائیل شلیک بشه که پدافند اسرائیل که بهش میگن گنبد آهنین قادر به نابودی این همه تعداد موشک به خاک اسرائیل نخواهد گردید و ناچارن کشوری که شکست میخورد کشور اسرائیل است. اینهایی که گفته شد چیزهایی هستند که در گذشته حدوداً 1400 سال پیش پیشگویی شده است و طبق آیه های قرآن که ثابت گردیده است در سال 2022 و یا سال 1401 شمسی کشور اسرائیل توسط ایران نابود خواهد شد. این که عنوان شد پیشگویی از خود قرآن کریم می باشد. پس نتیجه می گیریم که تمام این حوادثی که الان در منطقه صورت می گیرد مانند اختلافی که بین روسیه و کشور اوکراین اتفاق افتاده است و اختلافاتی که ایران بر سر برجام با آمریکا و کشورهای غربی دارند
همه اینا میتونه سرآغاز جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل باشد و کشوری که پیروز این جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل میتواند باشد این کشور ایران است و انشاءالله که این جنگ سرآغاز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گردد. با تشکر که همراه کانال تحلیل روز هستید. کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. برای حمایت از ما کامنت بذارید تا از نظرات شما مطلع گردم. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.